چه رنگ قشنگی، میکس قرمز و مشکی رنگ عشق بشه رنگ چشای بینندگان عزیز به گیرنده هاتون دست نزنین، این قیافش همین شکلی ادا در نمیاره. خیلی هم من خوشگل خوشتیپ، خیلی هم ماهی، فقط یه خورده کلت به مو حساسیت داره، چیزی که خودت همیشه ببین تو منو مسخره نکن. اول نه من دوستت دارم. ببین آقا حسن ریوندی هیچ احتیاجی به معرفی نداره. حسن ازت توقع نداشت. ببین دوستان هنرمند یک راز رو بهت بگم. جونم عزیزم، من مخلص شما. تو یه آدم پولدار رو برو صبح تا شب مسخرش کن. بله. اگه پولدار شدی، اما کافیه فقط به یک کچل یه لبخند بزنی، در کمتر از یک ماه تاس میشی. حالا منو مسخره کردی، انشالله که تا یکی دو ماه دیگه خواهیم دید این موهای شما تبدیل میشه به یک سر تقریبا تپه، مثل تپه سبا که امشب جاش نبوده اومده اینجا نهده. اما و از اون به بعد انشالله شما با شیشه شور کلتو میشوری، یعنی دو تا پیس میزنی و دو تا حرکت زبدری یه لنگ برق میزنه. میتونید بیان تلویزیون و دوستان میتونن این پروژکتورا هم دیگه خاموش کنن چون نیازی نیست، خودش انعکاس نور. چه خبر؟ خوبی؟ خبرها دست شما باشه. عکس سلفی شما کدوم کیه؟ کجا گذاشتی؟ ما ننداختیم، من و امیر احمدی توی گوشی‌های همراهمون بود. تو هم انداختیم یاد باشه اون شب. این چقدر شبیه لیونل مسیه عکسش اینا. نه زیاد شبیه لیونل مسی اون نیست. خب این لیونل آلومینیومی مثلا چه بگیم ها. چودنی. یه بخش ببینیم برگردیم. دو بخش ببینیم برگردیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. تو هر کانال 3500 تا خاله داریم، 200 تا عمو، 300 تا دایی. خدا شکر کنی کوچولوهای. این فیش میکروفون داره میره تو حلقت، به خاطر همین صدات گرفته. این اصلا باید فیش تو حلق باشه تا درست بشه. فیش تو حلقی اسمش فیش تو حلقی چون قرمز شیری. این ضد گلوله است چجوریه؟ نه بابا هیچ ضد آب هم نیست. ضد گلوله است چجوریه؟ نه هیچی نیست. همینجوری پوشیدی؟ همینجوری ردیف. کی دیزاین میکنه لباسای تو رو این؟ هیچ مال تو رو کی دیزاین میکنه؟ ما همینجوری هر چی دستم ما تنم. خب همینه که ریختت اینجوریه دیگه. تو خوبی. اصلا تو بشین جلو. چش زاغه تویی، گوشتای خورش مال تو. آره. گل دومو به استرالیا تو زدی. من اون خداداد عزیزی بود، بچه محلمون اتفاقا. لیوان دستشه از ابتدای پارش دستم باشه. نه آخه من اونجا تو اتاق رژه میرفتن بچه‌ها نگاه میکردن، این لیوان عزیزان بیننده لیوان خالی الکی سر می‌کشید. این کار چیه؟ نه جون چایی بود خالی شد. چون اومد. خسته نباشی. بارون حال کردی تو این؟ بابا. یکی دو شب. بارون چیزی نداره. چرا اتفاقا بارون رحمت الهی باریدن گرفته یکی دو شب بعد. تو راهپیمایی. آره. یکی شبیه تو بود تقریبا، یه جوک جالب برای من تعریف می‌کرد، میگفت که یه بنده خدایی این شکلی بود تقریبا، رسید به یکی دیگه که این شکلی بود. الان شما این شکلی. من اینجوریه. آره شما اینجوری. اون که این شکلی بود تقریبا شبیه هومن بود، رسید به اون که اینجوری بود. اومد تا دیدش که خوشحاله. اون که اینجوری گفت تیا وقتی بارون، چون بارون میومد دیشب، وقتی بارون میاد بارون نمیزه تو دهنه، نه همیشه بارون میزه تو دهنه. هومن بود دیگه. خب اون که اینجا بگو که واش نمیگی خوش به حال خوده. هومن گفت چرا؟ گفت وقتی بارون میاد آب جمع میشه یه زمین، ماشینا قرد میشن میپاسی تو دهن، از اینجا میره تو دهن همه تو دهن تو نمیرزه. گلاش میگی. بعد تو همین جر بحث بودن که یکی پیدا شد این شکلی بود. گفت خوشحاله جفتشون. گفتن چرا؟ گفت وقتی بارون میاد از اینجا میشه تو دهنم، تو زمینم که جمع شد میپاشن میره تو دهنم، در هر صورت خوشحاله جفتت. خدایی دوست داری قیافت این شکلیه؟ 10 دقیقه دیگه این جوک ادامه پیدا میکرد کج کله میرفت بیرون از استودیو. تازه من همه تلاش کردم شکل تو شدم یه ذره. فدات بشم الهی. نشده اعتراض کنی به خدا بگی چرا من اینجوری کار کردم؟ نه بابا برای چی این کارو بکنم؟ دوست داری که این اگه اینجوری باشه تو باید کتک کاری کنی دیگه. بریم بخش بعدی رو ببینیم. قشنگ بود. نه خودم میخوام گیر ندی، من صدا سازی الان تعطیله چون که سرما. آخه داشتی از چشات. نه داشتم نگات میکردم، منتها چشام یه مدلیه که فکر کنی دارم مسخرت میکنم. نه چشاتو خیلی درست. من چشاتو دوست دارم. رنگ چشاتو دوست دارم. اصلا شما همون اولش به کچلی من گیر دادی. نه اصلا مهم نیست که شما اصلا چشمانی پایین نیاد. قشنگی به خدا قشنگ. بچه‌ها همه دوست دارن. بچه‌ها یه دست براش بزنی. خیلی ممنون. یعنی خدا وکیلی
ردیف کردم با بدبختی برات یه دست زدن اصلا دستشون نمیرفت دست بزنن. صحبت از چشمات کردی که سگ داره چی داره شغال داره از این حرفا بگذاریم. این همه در حد حتی چشایی هست خیلی جذابه. چشم زیبا مهم نیست، مهم اینه که تو بینشی زیبا داشته باشی و اندیشه زیبا داشته باشی. الله چشم زیبا خدا وکیلی ازت بعید این حرفا. باریکلا. فکر کردی مثلا من یعنی قیافت آدم میبینه اصلا فکر نمیکنه چیزا دهنت بیاد. یه حرفای گاهی اوقات خودش میگه من اصلا در عجبم. صحبت از سرما و زمستون و چی این مسائل میگه ما یه جوری داشت میگفت داریم میریم سر برنامه، یه شب سرد بود اینا فکر کردن پیرنشو آتش زده دویده سر. الان این صدا چیه؟ پیش پیسا. این چی بود الان؟ نمیدونم همون. نه تو که دیگه. خودت با حشرات در تعامل هستی. این الان من با من با حیوانات چهارپا در تعامل. اونجا که گفتی اینا. مرد اومده سوسکه رو بکشه، سوسکه گفته چیه؟ بکش زنت از من میترسه، حتی نمیترسه، حسودیت میشه از نه حالا این چی بود خدایی؟ یه خورده صدا تقدیم. این یه خورده صداش کلفت انگار یه مگسه که با پرونپوت داره میپره. آفرین. نه خرمگس بود، اون پشه بود. منتها پشه هم میری برامو. پشه رفتم دیگه. خب مگزو برو. مگز؟ آره مگز. مگز چی بوده جریانش که نمیدونم. زباب میگن. سین نمیگفتن. در زبان عربی زباب چی؟ یعنی هی کیشش میکنی برمیگرده توی مسه. من جالب میگه سواد تو میگن ببین من اصلا بی سواد، اصلا ما یارو شما عالی جناب. نه آقا من نوکر شما دیپلم ما نهضت سواد آموزی بفرمایید. اصلا ما پشم گوسفند شما پشم شیشه. خوبه من نوکر شما هر جور راحتی. اومده میگه مثلا اینکه پشه ها میگن زمستونا نیستن و کجا هستن و اگر هستن خستن و این حرفا. میگه اینا الکیه. میگه ما یه پشه داریم تو خونمون پیر شده با ویلچر میاد. اصلا باور نکردنیه. میگه با ویلچر میاد هر از چنگال یه نیش میزنه. صدا رو برو. و فکر این داره پرواز میکنه تو رو هوا با ویلچر اصلا داره پرواز میگه با ویلچر میاد گاهی اوقات یه نیش میزنه میره. منم باهاش کاری ندارم، احترام موی سفیدشو دارم. یعنی یه چیزای جالبی اصلا. یه بخشی رو ببینیم. خیلی جالب بود حرکتت. اما یه چیز جالب هم هومن میگه خودشو بچه محلاش همه توی رنج عقلن. تو خوبی. میگه از در خونه اومدم بیرون دیدم دختر همسایه پیاده شده داره ماشین رو هل میده. میگه حسن آقا میشه لطف کنید خاموش کردم صدا دختر همسایه. حسن آره خب چه جوریه خودت بگو. بالاخره اگر تقلید صدا نمیتونی بکنی با این صدای کلوف دیگه نمیتونم صدای زن و دختر. قشنگ بود. این خاطره الکی میگه گوش کنید. مثلا الکی داره گوش کنید. میگه من گفتم که حسن آقا میشه ماشین رو هل بدید من خاموش کردم روشن کنه. میگه من هل دادم رفت تو جوب ماشین رو انداخت تو جوب. گفت حسن آقا کج هل میدین؟ الان من آیکیوم بالاست یا تو مثلا ایکیوت زیاد؟ من خاطرات شما رو گفتم. ایکیو چه تفاوتی با آیکیو داره؟ من تو سی کیو چی هست؟ اوهو زهر اسب. من دارم سوال میکنم اوهو جواب میدی. میگن دستگاهی که میخواد باهاتون همراه بشه انگار مثلا توستره. دستگاهی که میخواد باهاتون آماده بشه آماده است. ایوا بودی گفت نرید علنگوهات. حالا دستگاه آماده است. ما ببینید دوستان عزیز در فاصله که رفتین